به نام خدا، هر آنچه هست از رحمت پروردگار من است. سلام، من پریوش بطایی هستم، مدرس رشد و توسعه فردی، دانش آموخته آکادمی بین المللی مورد تایید سازمان جهانی کوچینگ و مهندس صنایع با چندین سال سابقه کار در شرکت‌های مختلف. همیشه به کمک کردن به دیگران علاقه داشتم و تأثیرات فوق‌العاده‌ای که علم روانشناسی مثبت و توسعه فردی روی زندگی شخصی ایجاد کرد باعث شد که تصمیم بگیرم به صورت جدی در این زمینه فعالیت بکنم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که علم روانشناسی و تراپی با علم روانشناسی مثبت و کوچینگ دو تا معقوله مجزا از هم هستن، ولی هر کدوم کاربرد خودشو داره. اگه بخوام تفاوتش رو بهتر توضیح بدم به این مثال گوش کنیم. علم روانشناسی مثل والدین دانش آموزی میمونه که وقتی کارنامه فرزندش رو میگیره فقط میاد روی درس هایی که فرزندش ضعیف هست تمرکز میکنه و برای فرزندش معلم خصوصی میگیره یا کلاس تقویتی ثبت نام میکنه که اون درس رو به یه سطح قابل قبولی برسونه. ولی علم روانشناسی مثبت مثل والدین دانش آموزی میمونه که وقتی کارنامه فرزندش رو میبینه با آگاهی بر درس هایی که فرزندش توش ضعیف هست ولی تمرکزش رو روی درس هایی که نمره بالایی کسب کرده میذاره تا اون توانمندی رو کشف کنه و توی کلاس های بیشتری تو اون زمینه فرزندش رو ثبت نام میکنه. مثلا اگه ورزشش نمره بالایی گرفته و فرزندش علاقه‌مند هم هست به ورزش میاد رو اون تمرکز میکنه و تو کلاس ورزشی بیشتری ثبت نام میکنه تا فرزندش تو اون زمینه‌ای که توانمنده بدرخشه و موفقیت های زیادی رو کسب کنه. در واقع علم روانشناسی روی اختلالات شخصیتی و رفتاری فرد تمرکز میکنه، ولی علم روانشناسی مثبت برای افراد معمولی و روی نقاط قوت تمرکز میکنه و به شاد شدن و شکوفایی و زندگی بهتر افراد کمک میکنه. یه حقیقتی که وجود داره و درستم هست این هستش که این علم مخصوص ثروتمندان و افرادی که سطح مالی قابل قبولی دارن که بتونن از این خدمات استفاده بکنن و براش هزینه بکنن. ولی من تصمیم گرفتم که این علم کارآمد رو در اختیار تمام افراد جهان قرار بدم. همونطور که این علم به زندگی من و بهتر شدن روابطم و حالم و کیفیت زندگیم کمک کرد، من هم به شما کمک بکنم که با من از طریق افزایش توانمندیاتون شما هم بتونین یک زندگی شاد و حال عالی رو تجربه بکنین و همچنین کمکتون بکنم که با افزایش آگاهیتون متوجه بشین که خودتون میتونین مشکلاتتون رو حل بکنین و تنها منجی زندگیتون خودتون هستین، نه هیچ کس دیگه ای. پس با پریوش همراه شو.